طبق خبرهای هنوز تصدیق نشده، شخصی با اسم سراج الدین حقانی میتواند جایگزین مقام رهبری طالبان در افغانستان شود. این خبر را خبرگزاری رویترز نشر کرد. این شخص را همچون یک عضو اولاد ملا عمر رهبر سابق طالبان معرفی میکنند که با ظالمی و خونخواری خاصه نسبت نیروهای حکومتی افغانستان و هم متفقان آمریکایی آنها فرق میکند. صحبت ها از نامزدی احتمالی حقانی در حالی است که روز 21 می در یک حمله هوایی هواپیمای بی سرنشین رهبری طالبان ملا اختر منصور کشته شد. این را مقامات بلندپایه افغانستان و ایالات متحده آمریکا هم تصدیق کردند. طالبان یک حرکت شورشی است که در افغانستان ضد نیروهای حکومتی و هم نیروهای بین المللی می جنگد. طالبان سالهای 1996 تا 2001 در افغانستان با وحشانیت و خشونت زیاد حکومت کرده بعداً سرنگون شدند. برای شرح آخرین تحولات در این رابطه صحبتی دارم با ژکفر احمدی، شارح رادیوی افغانستان آزاد. ژکفر سلام، بگویید درباره خبر کشته شدن ملا اختر منصور چی معلومات در دست است؟ تشکر. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز تایید کرد که ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان افغان در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده. باراک اوباما از کشته شدن ملا منصور استقبال کرد و مرگ او را یک رویداد مهم برای تلاش‌ها جهت تأمین صلح و ثبات در افغانستان خواند. منصور اوایل روز شنبه در نزدیکی شهرک به نام احمدوالی ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. مقام‌های آمریکایی گفتند که موتر حامل رهبر طالبان هدف راکت‌های یک طیاره بی پیلوت آمریکایی قرار گرفته. بر اساس گزارش‌ها منصور پیش از کشته شدنش در این حمله از ایران وارد خاک پاکستان شده بود، اما با گزارش خبرگزاری ایرنا حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران را رد کرده که گویا ملا منصور پیش از این حمله در ایران بوده. او افزوده که ایران از هر اقدام مثبتی که منجر به صلح و ثبات در افغانستان شود استقبال میکنه. تا کجا خبری پیدا شدن جایگزین رهبری طالبان تصدیق می شود و اصلا مقررات یا سیستم انتخاب رهبری نوی طالبان چگونه برآمده شده است؟ طوری که شما هم گفتین، منابع ارشد طالبان به خبرگزاری فرانسه گفتند که یک شورا روی گزینش جانشین منصور کار میکنه. خبرگزاری فرانسه به نقل از این منابع نوشته که ملاقات شورای رهبری طالبان امروز وارد دومین روز شد. البته در نشست روز یکشنبه در مورد گزینش احتمالی افراد مانند سراج الدین حقانی به عنوان رهبر جدید طالبان بحث صورت گرفت. مقامات افغان و ایالات متحده آمریکا حقانی را چهره بسیار خطرناک توصیف کردند. 5 میلیون دلار جایزه بر سر حقانی از سوی ایالات متحده آمریکا تعیین شده. حقانی مسئول حملات مرگبار در افغانستان معرفی شده، از جمله حمله ماه گذشته در کابل که به گفته مقام‌های افغان بیش از 60 کشته بر جا گذاشت. خب سیستم گزینش رهبر جدید طالبان البته کار ساده نیست و بحث‌های زیاد باید به هدف انتخاب چهره جدید به عنوان رهبر جدید طالبان باید صورت بگیره. هرچند طالبان به گونه رسمی در مورد ای که تا حالا چی فیصله در این باره صورت میگیره یا در روزهای آینده صورت خواهد گرفت تبصره نکردن، اما به نظر میرسه که چهره های هستن در اینجا که میتونن جانشین رهبر طالبان شوند، از جمله پسر ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان، نامش ملا محمد یعقوب است. بحث‌های در این زمینه جریان دارد، دیده شود در روزهای آینده که کی به عنوان جانشین رهبر طالبان معرفی خواهد شد. تشکر. به سوال‌های رادیوی آزادی ژکفر احمدی، شارح رادیوی افغانستان آزاد پاسخ داد.